قانون 3 تا 5 کدی که کمکت میکنه تا توی 5 روز به هر خواسته‌ای که داری برسی. خیلی جالبه. آقای دیسپنزا یه کد مخفی داره توی کتابش که ضمیر ناخودآگاه تو رو فعال میکنه، به شرطی که همونجوری که بهت میگم انجامش بدی. این کد باعث میشه توی 5 روز به هر درخواستی که داری برسی. اگه میخوای زمین بفروشی، خونه بفروشی، یه مصاحبه شغلی داری، یه آزمون استخدامی یا یه آنلاین شاپ داری و دوست داری توی یه هفته فروشت بره بالا، این کد برای تو معجزه میکنه. این کدو برای دوستاتم که درخواستی دارن بفرست تا کمکشون کنه. کد 55 ضرب در 5. این کد ضمیر ناخودآگاه تو رو هک میکنه. خیلی جالبه. تو باید 5 روز 55 بار درخواست تو بنویسی. مثلا هر روز هر دفعه 55 بار بنویسی خدایا شکرت که توی مصاحبه شغلی مورد نظرم قبول شدم. لایک و سابسکرایب کن تا به بقیه هم این کد رو معرفی کرده باشی.